دل خداوند نصیب کند که حاجی مشرف با ویتالی پهلوان فدراسیون روسیه با نماینده تاجیکستان مشرف رحمانوف حالا بعد این دور به میدان میبرایم. مردمی منطقه غرب نمیشنوه یکو خراب کنید و کی طرف ها آزاد مانید نمیجا مردم اعتراض دارم بسیارتر آزادتر مانید راه آزاد مانید مردم شنود. شکر از فضای آزاد و آبادی وطنی محبوب، شکر از سرور معظمی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که با احیای عنعنه‌های سنتی ورزش کشتیگیری ما توجهی خاص ظاهر می‌گردد. امروز هم در هماهنگی و همکاری‌های صمیمانه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، فدراسیون کشتی ملی کشتیگیری و همچنین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه خاورین جمعی صاحبکاران با ننگ و ناموسی خاورین برای ما و شما این تنتنه و شهامت کشتین را در عرفه تجلیل جشن با شکوه استقلالیت 30 سالگردی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تأسیس دادند و حالا یک موسیقی محسن ملایف یک ورزشکاری جوانی ناحیه دنغره خواهشمندیم به نزدیک کمیته تدارکات بیایید برای هنرنمایی یا دستور مربیتان وابسته باشید. با خورشید مجیدوف، شکر محمد میر محمدوف و پهلوانان دیگر اگر مدعی یا داوطلب میدانداری امروزه خاولین باشد تحفه ها خیلی عالی‌اند. من خواهش میکنم این فرصت رو از دست ندهید. امروز هم برای هر یک پهلوان هر یک پرتافت ارزشی از 3,500 سومانی تا 45-70,000 سومانی را دارد. جایزه مکافات های عالی حالا پهلوانان موفق را انتظار است. خواهشمندم میدان با همان شهامت و شکوه کشتی ملی رنگ دیگر دهید. ویتالی پهلوان فدراسیون روسیه یک قرصک صمیمانه مخلصان و افتخار تشریف پهلوان روسیه به تاجیکستان مشرف رحمانوف از جمهوری تاجیکستان. تحفه اینا را یک بار دیگر اعلام کنید از جانب حاجی نورشید برای هنرنمایی پهلوان مشرف رحمانوف 400 دلار دیگر در تحفه پهلوانان ضم شد. یک گاو یک تلویزور 1000 سومانی تحفه مشرف رحمانوف و ویتالی نماینده خب زهری کنی زهری جان پهلوان ازبکستانی هستند. مهمان ازبکستان
خب اینجا بیون. خب اینجا بیون. یک اشتر این آخری کار نیست. زاهی جان میگوید که من به تاجیکستان برای هنرنمایی آمدم در این تنتنه جشنی با شکوه گوشتین ملی. قدمت نوری دیده تاج سر شیرین. یک اشتر 1000 سامانی بالای اشتر زم اوترین شینید ها حاجی پهلوانی. اوهو کسی که میگوید از تاجیکستان با من خواهش قوازمایی داشته باشد انا من در میدان کیه همو با غیرت شیری جان کسی مردم ها یک گوره پاک زمین جو وردید. بازوید پهلوانی ازبکستانی هست طلبگار شینید شما این طرف اینه که دور گشته آنمی ترتیب شینید پهلوانای تاجیکستان هستند. زاهی میگم من به همه پهلوانای تاجیکستان تیارم که قوازمایی کنم. انا میدان ناموس اشتر حق حلالی پهلوانی غالب. جوان اقبال خداوند نصیب کند که خداوند نصیب کند که که رحمان علی شما که حاضر راوف برای سب گلمی بالا راوف عادل و زاهی جانا گلمی بالا بریدا گلمی بالا شما اون طرف رو کی شما بالا رو کی شما پایان فریدا انا میخیل برای سبت انا میخیل دلشو پرتوفتی علی باقیوف هم حلال عادل و زاهد در گلمی بالا